به تو میخوام آفتاب نرسه اگه یه وقت مهتاب. آقای عزیز هنوز برنامه شروع نشده، اجازه بدید من سلام کنم. سلام، من امیر فردین هستم، با برنامه ما همراه باشید. حالا بفرم. عزیزم پس ما چی؟ منم هومنم. منم سیاوش هستم، همه سیا صدام میکنن. من و هومن و سیاوش با شما هستیم. بخون عزیزم. بله قصه پشمی باز تو صدامه، چشم گندی باز سر رامه. شما فالش میدونی چیه؟ شما خود فالشی، خودش. عزیزم شما داری زور میزنی، سر ضرب بخون آهنگو. عزیزم شما از خود دفاعی داری؟ بله بهترین دفاع حمله است. خیلی هم بارو خوب تو هوا خوندم. شما اصلا خب دوستان، یه مشکل در پخش پیش اومده، یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. یکی بیاد این جنازه رو از این وسط جمع کنه. مخاطبین نظر رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه دو تا از دوستای خوبم، آقا سیاوش از استکهلم سوئد و آقا هومن از اشتوتگارت آلمان، با یک برنامه ناکوک دیگه با شما هستیم. 4 قسمت قبلی با طوفانی از حاشیه‌ها همراه بود و البته استقبال زیادی هم ازش شد. بین اهالی موسیقی هم بحث و جنجال و جدل نسبت به این برنامه زیاد بود. اگر برنامه ناکوک رو در حال حاضر اولین بار میبینید، سری به آرشیو یوتیوب رسانه پشت پرده بزنید، میتونید 3 قسمت و 4 قسمت قبلی رو هم ببینید. در برنامه ناکوک ما آنالیز میکنیم خوانندگی خواننده های خارج و داخل ایران رو از زوایای مختلف، از اینکه آیا در کنسرتاشون لایو میخونن یا نمیخونن، چقدر فالش میخونن، چقدر خارج میخونن، و یا آهنگایی که بیرون میدن کپی پیست هست یا اجازه گرفتن از صاحب اثر، و حتی موزیک ویدیوهاشون رو در برنامه ناکوک آنالیز میکنیم از لحاظ کیفیت تصویربرداری، تکنیک و استفاده از افکت های مناسب، که همه اینا رو توسط 2 تا دوست خوبم، آقا سیاوش و آقا هومن، آنالیز میکنیم و برنامه هم کم کم داره میفته رو سراشیبی و اصطلاحاً فرم خودش رو پیدا میکنه. اول از آقا سیاوش شروع میکنیم از استکهلم سوئد. آقا سیاوش، چی بود این فیدبک ها در طول 4 قسمت قبلی و واکنش ها چی بود؟ با میگی؟ والا واکنش ها مختلف بود خیلی دیگه. دفعه پیشم گفتم ببین، به خاطر اینکه خب آدمای مختلف تو شرایط مختلفی زندگی میکنن، دیداشون هم به همون نسبت مختلفه به موسیقی و اون چیزی که خوبه یا بده. این یه چیز مطلقی نیست، نمیتونی بگی مطلقا فلان چیز خوبه یا فلان چیز بده، مثلا نسبیه خیلی. به خاطر همین که میبینن به نظر من خیلی خوب، چون من میدونم که خیلی ها دارن میبینن، حالا به هر حال اخبار بهمون میرسه، حتی دوستای دستن در کار، بچه‌هایی که مخصوصا تو زمینه موزیک فعالیت میکنن خیلی دوست دارن و امیدوارم که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم دیگه. دم شما گرم. آقا من یه صحبتی که خیلی میشه اینه که آقا شما دارید اساتید موسیقی رو تخریب میکنید، اصطلاحاً حمله میکنید بهشون. اینها کسانی هستند که باید نامشون جاودانه بمونه و این سبک برنامه ها آبروشون رو میبره. آیا واقعا گفتن واقعیت بردن آبروه در برنامه ناکوک؟ نه همین جان، اصلا اینجوری نیست. ما اصلا قصد این کارو نداریم و فقط میخوایم واقعیت قضیه‌ای که تو کنسرت‌ها و توی آلبوم‌ها اتفاق میفته رو به مردم بگیم. باز میگم اینو قبلا هم گفتم، توی دنیا منتقد وجود داره نسبت به سینما، نسبت به موسیقی، و ما فقط داریم یه کاری میکنیم که مردممون رو با یه استاندارد خوب و اینترنشنال آشنا بکنیم. نه اصلا اینجوری نیست، ما هیچ هدفی نداریم از کوبیدن کسی واقعا. بسیار عالی، ممنون از شما. خب اگه موافق باشید شروع بکنیم آقا هومن و آقا سیاوش. برنامه ها رو، آیتم ها هم بدین صورت هستش که اول از موزیک ویدیوها شروع میکنیم و از اجرای خواننده ها، هم از لحاظ تکنیک خوندن و هم از لحاظ تکنیک خوانندگی، و ببینیم که اولین خواننده شانسش کیه. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید.
خب آهنگ حرمتو از آقای ابی که موزیک ویدیوش هم سال 2021 9 آپریل همین چند وقت پیش ریلیز شده و منتشر شده. ببینیم آقا سیاوش و آقا اومد. تا الان که من دارم میبینم تصویرش بد نیست، خوبه، ولی بازم اون قضیه اون لنز فلرا بود، همه جا هست و بیش از حد زیاده. حالا شاید خیلی ندونن لنز فلر چی بوده. فلرا درست گفتم؟ فلر، لنز فلر. خب اینو بگو توضیح بده ما هم بدونیم مثل بقیه دوستان چیه لنز فلر. خب لنز فلر اگه اجازه بدی یه آیتم کوچیک در مورد این آماده کردم که ببینیم با هم. آره بهتر. لنز فلر وقتی اتفاق میفته که نور بعد از عبور از یک عدسی دچار شکست یا انعکاس در اون عدسی میشه. چشم انسان هم یک عدسی داره، اما لنز دوربین معمولا از چند عدسی تشکیل شده و به دلیل اینکه ضریب شکست نور در محیط‌های مختلف متفاوت هست این اتفاق میفته، مثل شکست نور در آب که باعث خمیده دیده شدن جسم در آب میشه. این شکست‌های نور و انعکاس اونها به درون لنز و میان عدسی‌ها باعث رخ دادن این نقاط نورانی به روی سنسور دوربین یا فیلم میشه که به این شکل دیده میشن. شکل این شکست‌های نور به شکل دهانه عدسی یا لنز اپرچر بستگی داره که معمولا به شکل یک ستاره دیده میشه. خب آقا این آیتم خیلی کوچولو بود. این رفلکس هایی که میفته توی تصویر و اینا دیگه همین میشه. آره دیگه شکست نور توی توی لنز دوربینه در واقع. اوکی. اینجا پس زیاد استفاده شده ازش. خیلی بیش از حد بود دیگه. این آبیا دیگه اینا. آره باریکلا. اصطلاحاً ازش زیاد استفاده میکنه. این داره میمالش اینجا دارم میرخصن با هم دیگه مثلا دیگه. بله یکم اینقدر منحرفم. یه چیزی به ذهنم رسید، مثلا به جای اینکه یهو آقای ابی رو از توی سین اکشنی که اون اتفاقا داره میفته آقای ابی رو کلا از اون محیط بیارن بیرون بدن یه جایی که نور بنفش و قرمز پشتش چیز میکنه، بهتر بود تو همون محیطی که اون اتفاقا داره میفته یه ست واسه آقای ابی درست میکردن، نورپردازی خفن میکردن که اون حالت سینماتیکش از بین نره. به نظر من مثلا جامپ تصویر پرش داشت اصطلاحاً. آره اصلا یعنی مچ نمیشه با هم، یهو میزنه بیرون انگار. من جان این البته موزیک تو استودیو احتمالاً ضبط شده و اتوتیون شده، درست میخونه همه چیش اوکیه تا الان. من آره دیگه چون توی استودیو بوده علاوه کوک و اتوتیون و ملوداین تمیز صدای خواننده، ولی من تنظیمش رو دوست ندارم. یه تنظیم احساس میکنم رو عجله و انگار که این کار یه خورده عجله پشتش بوده که انجام بشه. یه تنظیم کودکستانی مثلا. نه خوبم هست، حالا اونجوری هم نمیشه گفت ضعیفه، ولی چیز بی مفهومه. من نفهمیدم تنظیمشو. یه ذره به نظرم تکلیفش تنظیمه مشخص نیست. مشخص نیست هاوس اون زیر ارکستر مثلا ارکستر بزرگ داره استرینگ میزنه و مثلا کل ارکستر هست و من یه ذره میدونیم مثلا انتظار دارم وقتی یه موزیکی مثلا هاوس المنت های موزیک الکترونیک بیشتر توش باشه. تا حالا نمیگم قرآن خدا چی میگن کفر نمیشه، ولی یه ذره شاید با هم خوب مچ نشن دیگه. نمیگم غلطه ولی اون حسی که باید بده رو نمیده. سه تا دیگه گردنبند میدادن ابی بندازه حقیقت. یکی دو تا سه تا چه خبره آخه داستان چیه آقا چیش الان خب این که خوبه بنده خدا با این رپر امریکایی رو ندیدی 7 تا زنجیر 1 کیلویی و 2 تا اینجوری پندنت اینجوری آویزونه بهش و الان مود آخه دیگه لیر میکنن اصطلاحاً. ابریم هوای شب نم پروداکشنش هم یه کروماکی بود و یه نوری و راحت. نه کروماکی هم نیست، بکدراپ سفید 2 تا LED با افکت که رفلکشنشون بیفته اون پشت. خود آقای ابی هم با سافت باکس بزرگ معلومه نور دادن که ببینید چه نور سافت و یه دستیه رو خود آقای ابی دیگه. فکر کنم تو 2 ساعت استودیو اجاره کردن گفتم بریم ثبت کنیم دیگه کافه. حالا مثلا باز اگه می‌خواستن این کارم بکنن به نظرم منبع نور رو اگه می آورد تو تصویر میذاشت و با لنز آنامورفیک اون تصویر رو ضبط می‌کرد باز خیلی سینمایی تر میشد و تو اون تصویرهای دیگه‌اش خیلی قشنگ‌تر مچ میشد. موزیک منو یاد یه چیزی میندازه الان دارم به گوش میکنم فهمیدم. یه آهنگ داشتن حالا توان همه عاشقان در میهن
قشنگ انگار ملودی اونه دوباره تکرار شده. میدونی کدوم میگم؟ یادتونه؟ من آره یادمه. آره. هلو تمام همه عاشقان در طبعی، دوست دارم. اصلا ملودیش که شروع شد من احساس کردم یه کپی از اونه. اومد جان اصلا برنامه رو ولش کن، میشه یکم دیگه برام بخونی؟ ول کنین حالا بخونی یکم دیگه. بخون دوست دارم بخون. حالا بقیه‌اشم بعدا میخونم. اصلا بشوره ببره حقیقت. فقط خواستیم بگیم که آنچنان پروداکشن زیادی نداشت برای ابی با این همه دبدبه و کبکبه، اسمش تریلی نمیکشه. واقعا به نظر من یک موزیک ویدیویی که یه مقداری سر کیسه رو بیشتر شل میکردن فکر کنم بهتر بود دیگه. آره. روک بگن بره توف زدن بره برنامه روی به حال روکشیم. آقا برسیم به موزیک ویدیو بعدی آقای بهنام بانی. و من کاراکتر این آدم خیلی دوست دارم با این سیبیلش. البته یه نکته هم بگم که این عکسایی که واسه اصطلاحاً کاور موزیکاش استفاده میکنه تا خشتک فتوشاپ، این شکم و قشنگ دادن تو. و اگر میخواید قشنگ شکم آقای بهنام بانی ببینید، این گلی که ایشون در تیم هنرمندان زده بودن رو یک تماشا بفرمایید، کلا هیکل ایشون دستتون میاد. سانترنتی به مقابل دروازه تو به سرگردون و گل برای استقلال. چه بازیکنی هم گل میزنه. جشن شادمانیش هم در نوع خودش بی‌نظیره. بهنام بانی همه دارن میخندن اینجا، ولی خب گل رو زد. شاید هم گل پیروزی بخش رو زده باشه بهنام بانی. جشن استقلالی کنار زمین. بله این گله رو هم احتمالاً این هیکل رو قشنگ میدن تو، سیکس پک رو میدن بیرون و اینا واسه کاوراشون. البته خب چون من بهنامو دوست دارم اینطوری شوخی میکنم. یه سوال برام پیش اومد همین جونم آقای سواش بفهم. ببین من الان نگاه میکنم این چند وقته اکثر کاورای آرتیستای مخصوصا پاپ مثلا خودشونه فقط. چرا ما مثلا چه میدونم آرتیستای دیگر رو نگاه میکنیم جای مختلف دنیا مثلا کاور آرت ممکنه یه نقاشی باشه، چه میدونم یکی مثلا میبینی یه مثلا قوطی نوشابه رو یه عکسی گرفته ازش، حالا هر کی یه چیزی دیگه، ولی آرتیستای ما اکثرا فقط خودشونو میذارن، بعد مثلا روش هم فارسی مینویسن، بعد مثلا میکس ماستر بای فلان هم روی کاور. چرا این به نظرم خطایی جلب توجه خودنمایی رخ کار دیگه. مثلا اصلا بگم ما هستیم ما اینا انگار رخ کار چه دیگه اون بالاش هم بنویسن بهنام بانی معروفه. نه قربونت برم، میخواد به دوست دختر نشون بده داداش این اکثر آهنگر من خوندم و اونا عکس نگاه اینا بگم تهش اونه اگر اشتباه نکنم. برای سریع بریم به آقای بهنام بانی برسیم. آهنگ فقط برو ببینیم که چی بوده. 8 میلیون ویو هم داشته در یوتیوب. سپهر وی گرفته. من یه ویدیو با سپهر وی دارم تو ایران خیلی سال پیش. سپهر وکیلی. آره همون سپهر وی گرفته. یکی دوتا میساخته سیبیلا بچه تنظیم هست اینجا سیبیل سمت جب یه میلی میزنه. توک داده اصلا اون دو شاخ شده اونجوری حالت. آره آقا ولی حالا من کاری ندارم و حالا یه ذره مثلا تصویرشون خدایی بد نیست، کادرایی که بسته خیلی قشنگه سپهر وکیلی، ولی چرا مثلا ما نباید ببینیم از این بچه‌ها که اینقدر باسته. من میدونم که سپهر وکیلی جزو قدیمی هست، خیلی ساله، من از اون موقعی که فکر میکنم پی ام سی یعنی نواره مینی دیوی باید براش میفرستادی، سپهر وکیلی کار ویدیو خیلی قضیه قدیمیه. و خب میگم کادرایی که میبنده خیلی خوشگله، ولی بازم رنگ تصویر رو من دوست ندارم بچه‌ها، یعنی مرده است خیلی. انگار توی محیط حالا مثل سبک جنگل و ساحل اینا در نیاورد. داره به سمت آبی اگر تصویرش میره آبی آسمون اینه یه ذره دیسچوریتد، حالا اوکیه، یعنی میخواستن یه ذره شبیه فیلم بشه، ولی میدونی این کی خودشو خوب نشون میده موقعی که شما کالر گریدینگی که انجام، یعنی اصلاح نهایی رنگا هم که رو تصویرت انجام میدی، اون مجموعه‌ای که داری تصویرشو میگیری و اون فکر ایده‌ای که تو نظرت هم یک کالر پروفایل خاصی داره دیگه. من فکر میکنم تو اون خیلی مشکل دارن، اون چیزهایی که اون رنگایی که باید کنار هم بچینن،
رفرنس هم بهتون میدم به ویدیو دوالیپایی که با هم نگاه کردیم. یادته چقدر همه چی کنار هم بولد و قشنگ بود؟ بذار تموم شقص پلی بک هم خوب نمیکنن اینو، نمیدونم چرا انقدر ضعیف پلی بک میکنن، علتشو نمیدونم. آقا من حالا راجع به خود صدای آقا بهنام نظر شما چیه واقعا؟ حالا پلی بک شاید خودش خوب نمیشنوه اونجا، نمیدونم چی شده که سینک نیست. صداشون خب توی استودیو بهنام بانی رنگ صدای خوبی داره، یعنی نمیشه گفت که رنگ صداش تکنیک و تحریرهای خوبی هم داره نسبتاً. توی استودیو خوبه، باید ببینیم که حالا تو آینده که من آنالیزش بکنم تو لایو ببینیم که چه جوریه. نه که توی دردمند خیلی خوشگلی هم داریم. به عکسات دلم روزم. این ویدیو اون چیزی که در مورد ویدیو آقای ابی گفتم اینجا رعایت شده نسبتا، دیدی؟ یعنی خود بهنام بانی هم گذاشتن تو همون محیط که خارج از اون قضیه نباشه، نزنه یهو بیرون مچ بتونه بشه. ولی یه چیزی هست بگم، واقعا موزیک ویدیو ایرانی‌ها رو ما می‌بینیم خیلی کم پروداکشنه، یعنی اصلا خیلی ساده یه گوشه رفتن یه 4 تا تصویر گرفتن، این هم اومده لب ساحل خونده، یه تیکه این میخونه، یه تیکه اسلمونشن اوناست دارن نگاه میکنن، یه تیکه دوباره این داره میخونه، یه تیکه دسته گل دارن میگیرن، یه تیکه این داره میخونه، اون داره از ماشین پیاده میشه. یعنی رفتن توی جنگل گفتن از ماشین پیاده شو، ما نگاه میکنیم اینورم داره میخونه. یعنی اصلا بودجه‌ست دیگه امین. یعنی تو اگه مثلا حساب کنی ویدیوی مثلا دوالیپا $2 میلیون بودجهشه، خب اون $2 میلیون خب اینا هم خب به هر حال کنسرت میذارن، درآمد دارن. آره دیگه به همون نسبت باید هزینه کنن، نمیکنن. این واقعا است. خیلی کمتر هزینه میکنن. مثلا من فکر میکنم این موزیک ویدیو توی ایران با 10 میلیون جمع شده دیگه، با خورد و خوراک شمال و اینا بگیم 20 میلیون دارم خوب دارم میگم. مثلا دیگه بهنام مثلا یعنی زیر $1000 جمعش کردن. با زیر $1000 مثلا خودت تو بهنام بانی 20 تا تخم مرغ اینا بخواد بخونه، چون هزینه بالا واسه خورد و خوراک خود آقا بهنام میکنه. مثل خودمه جفتون خوراکمون یکیه. و نه ولی اصلا ببین امین جون، تو نمیتونی هم، ما خودمونم میدونیم که نمیشه مقایسه کرد مثلا موزیک ویدیوهای خودمونو با موزیک ویدیوهای هالیوود. برای چی گذاشتن اسپانسر بگیرن؟ همین دیگه. اسپانسر حاضر هزینه بکنه تا 100 میلیون 200 میلیون حاضر هزینه بکنه. به خدا میدن. یعنی اگه پلن بهشون بدی اسپانسر هم، ببین دنبال دیده شدن خوبه. حالا نمیدونم سریال قورباغه رو دیدین چند وقته یا نه؟ من متاسفانه ندیدم ولی میبینم احتمالاً. ندید اون تبلیغات اولشو که ساختن ببینید، اون کارم تو ایران انجام شده. چقدر رنگ بندی من تو دیدی؟ آره خیلی کار شده بود روش. تمیز رنگ بندی های درست، هم پروداکشن خوب. این چیزی که شما میگی ضعف پروداکشن ما به خاطر این قضیه است که یک، بودجه درست حسابی وجود نداره، دو اینکه اصولا پروداکشن این تصویر توی ایران واقعا مثلا از خیلی کشورهای دنیا کیلومترها عقب‌تر است. همین ترکیه بغل دستمون فرسنگ‌ها عقب‌تریم. آخه نکته‌ای هم که وجود داره هستش که به هر حال همچین موزیک ویدیویی 8 میلیون و 400,000 300 خورده تا این لحظه، تا 2 روز دیگه تا 8 میلیون بره. 8 میلیون ویو خورده. یعنی اون برند یا اون بیزینس اگر مثلا این نمونه کار بهش نشون داده بشه که آقا مثلا بهنام بانی پتانسیل داره که موزیک ویدیوهاش 8 میلیون نه 2 میلیون بخوره، واقعا اسپانسر رو کله میاد و میتونن واقعا از اون اسپانسرها استفاده بکنن. خواستم من مشاورم بهشون میدم که چجوری بتونن اسپانسر رو جذب بکنن. بریم جلو ببینیم چی. موزیکش هم میخوره که کاور ترکیه‌ای باشه. آره یه سبک ترکی آره داره. اصلا این مدل کلارینت زدن مال ترکاست. ببین حتی هندهلد هم اگه بخوای بگیری باید درست و تراز بگیری. اون تو خط داره، تو تصویری که داری نگاه میکنی توی ویو فایندرت اونجا مشخص تراز داره برات. اینو باید همیشه سعی کنی تراز نگه. من اغلب شاتایی که الان دیدم هورایزنش کج بوده، خط افقش یعنی کج بوده. من تو تصویر تخصص ندارم. آره امین جان، من تو تصویر تخصصم خب تصویر نیست، ولی خب خودم موزیک ویدیو با دایرکتورهای مختلفی کار کردم. مثلا 2 تا موزیک ویدیو آخرام با دایرکتورهای سعودی کار کردم. خواننده این کار دارکه، اصلا یه شعر دارک و تاریکی داره، فضای تاریکی داره. خواننده انقدر شسته رفته دور موهاشو زدن و موهاشو ژل زدن و سیبیلا رو درست کردن، اصلا اون استایل خواننده
به اون موزیکی که داره میخونه نمیخوره. من توقع داشتم یه تیشرت مشکی تنش بود، یه خورده تحریشه، یعنی میخورد به اون چیزی که داره میخونه، انگار مثلا اینجا آماده شده بره آهنگ 6-8 بخونه. حالا مثلا اگه من بودم میدونی چی کار میکردم؟ بهنام بانی رو میکردم تو یه لنج، انگار که این مثلا کارگر لنج داره اونجا کار میکنه، این اتفاقات جلو چشش داره اتفاق میفته. حداقل توی دقیقاً این فرمش نمیخوره. سیاوش میبینی گردنبند گردن و سیبیل آنکاد شده و موی آلمانی دورشو زدن و بعد اصلا اون فرم خوندن به اون نوع موزیکی که حزن انگیزه به نظر من نمیخوره. بسیار. بریم موزیک ویدیو بعدی که البته ایشون این موزیک ویدیو نیست، اجرای لایو سیوان خسروی آهنگ قوطه‌ور که لایو تو تهران سال 2020 اجرا کردن. اینا هم به حال گفتیم که آنالیز بکنیم. البته این نکته رو هم بگم که آقا هومن اجرای لایو خواننده ها که به صورت کاملا افتضاح میخونن و اغلب به قول خود آقا هومن فالش و فولشه، این فولشش خیلی مهمه، فالش و فولشه، آنالیز خواهد کرد که میبینیم. بریم ببینیم که آقا سیروان چیکار کرد. اینو لایو خوندن یا بردن توی استودیو، اصطلاحاً توی استودیو تنظیم کردن؟ راستش نه، اینجا لایو زدن، بعدن حالا احتمالاً بردن تو استودیو درستش کردن یه جاهایی اگه مشکل بوده یا مثلا خواننده دیتیون بوده و اینا. اوکی. آره چون خود سیروان تو لایو خیلی ضعیف میخونه، 100% بردن درست کردن، حتی موزیکش خیلی کوانتایز و دقیق و مرتب، 100% روش کار کردن. لمسم بیشتر از این آفتاب هست انرژی زده. ولی خب اون نورا خیلی شدیده دیگه، چشش شاید اذیت، چون بعضیا اینجوریه. اوخ کاره. دیروز کمتر از فردا. پروداکشن خیلی خوشگلیه واقعا. نگاه کنید استفاده از دوربین های زیاد. حالا این موزیک ویدیو رو شما ببینید مقایسه کنید با بقیه. دست و پا میزنم بی خود. آقا من این شما دکور و این ویو رو میبینید فکر میکنید تو ایرانه یا تو ایران ضبط شده؟ من فکر میکنم تو لاس وگاسه، چون استایل همشون اصلا انگار یه مثلا بند برونو مارسن، یه خواننده فوق‌العاده آمریکایی که اونجاست. بعد من برام خیلی جالبه چطوری مجوز یه همچین اجرایی رو میگیرن، بعد پایین گشت ارشاد تو اون ماشینا داره مردم رو میگیره. خیلی جالبه. رنگ بندیش هم خیلی خوبه. این تصویربرداری هم آره تصویربرداریشون عالی، نور پردازیشون عالیه واقعا. من کم دیدم تو ایران جان فلو فوکوسایی که انجام میدن و آره بعد شاتایی که گرفتن، کادرایی که بستن، خدایی پروداکشنشون خیلی خوبه. تو بچه‌هایی که تو من ندیدم تو ایران یا هیچ کس اینجوری. خیرن روزان من ناکوکی هم میشنوم تو صدای خواننده، یه خورده فالشی هم میشنوم. حالا اون عمدی انگار این کاری کرده سیروان که زیاد تابلو نباشه، که دستکاری زیاد از حد شده، چون بالاخره اسمارتن، باهوشن. من توی جایش فالشی میشنوم. خودش دیگه تنظیم کننده است دیگه، بلده دیگه کجا رو. آره میدونی اینه کسی که نمیخواد زیاد بزک دوزکش بکنه که از اون حالت لایو بیاد بیرون. حالا بچه‌ها من یه پیشنهادی براتون دارم. میتونیم آرش ایوزی رو، بیسیست سیروان رو دعوت کنیم یه روز تو برنامه‌مون که توضیح بده راجع به این مسائل برامون اگه دوست دارید. اوکی. حتما این کارو میکنیم. چقدر خوب. میرن ابرا تیرن روزام اکوه بود یا بردن تو استودیو؟ شما افکت لایو هم داری دیگه، از هم گفتی که اونجا هم پدال مدال فراوون اونجا، هم واسه گیتاریست، هم واسه بیسیست، هم واسه کیبوردیست، هم واسه وکال. میتونه ضبط کنه ریل تایم اونا رو، یا میتونه بعداً برده باشه تو استودیو درستشون کرده باشه دیگه. ولی هستش به صورت لایو هم، یعنی شما میتونی استفاده کنی. تعداد دوربین ها رو شما نگاه بکن، فکر کنم با 15 تا دوربین دارن ضبط میکنن. اگه من بتونم بشمارم 1 2 3 4 تا فعلا اینجا یه ایلیشات 5 تا فقط تو این کار داره. 6 7 8 9 10 تا
اینجا تعداد افراد همه هم اکثرا تصویربردارن، دارن تصویر ضبط با یه دستیاری که کنارشون، عکاس هم هست. میدونی چرا من میگم این رفته استودیو رکورد شده؟ برای اینکه ببین هیچ شاخصه ای اینکه دست نوازنده رو نشون بدن یا درامر، مثلا این درام، صدای درامزی که داره میاد درام الکتریکه، یعنی اصلا اون آکوستیک درامی که اونجا چیدن یه همچین صدایی نمیده. این کاملا یعنی اصلا دست سیروان هم نشون نمیده که این آرپجیاتوری که داره میزنه ما ببینیم حداقل چی داره میزنه. هیچ چی معلوم نیست، فقط تصویر خوشگله. تصاویر لانگ رو اصطلاحاً تصاویر باز رو آسیاوش دارن استفاده میکنن، درست؟ یعنی کاتاشون اونجوریه. آره ولی بسته هم دارن، ولی خب بسته ها بیشتر صورته و اینا خیلی نمیشه فهمید که حالا دقیقاً دارن سینک با موزیک میزنن یا نه. ولی انصافاً باید بهشون نمره قابل قبولی رو داد با این استیج و این هزینه‌ای که انجام دادن. کلا چیدن این دکور فکر کنم 1-2 روز زمان برده براشون تا اینکه بخوان اصلا پروداکشنش واقعا خوبه. دمشون گرم. برسیم به آیتم بعدی، آیتمی که آقا هومن داره و بحث تحلیل و آنالیز خواننده ها رو انجام میده. در قسمت‌های گذشته آنالیز کرده بود اجرای ابی رو که خیلی هم سر و صدا کرد، اجرای ابی. و آقا هومن امروز برامون کدوم که از خواننده رو تحلیل کردی و قراره که کیو بشوری بذاری کنار؟ اینجوری بگم خودم بهتر بشه. برای اینکه یه مقدار این چیزایی که پیش اومده علاوه اینکه مخاطب فکر میکنه من فقط قصد دارم هنرمندای لس آنجلسی رو حالا به قول معروف هدف قرار دارم، که اصلا اینجوری نیست. واقعا هدف من کمک کردن به موزیک ایرانه. سعی میکنم تو این برنامه و برنامه بعدی خواننده‌های توی ایران رو آنالیز بکنم. برای برنامه امروز، آیتم امروز، آقای بابک جهانبخش رو آنالیز کردم که بریم با هم دیگه ببینیم. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم. خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. خیلی خوش اومدین به آیتم پرژین کوپرنیکوس. امروز میخوام براتون آقای بابک جهانبخش از خواننده‌های داخل ایران رو آنالیز بکنم از لحاظ فالشخوانی و ناکوکخوانی و خارجخوانی، ببینیم که ایشون از لحاظ قدرت خوانندگی تو چه سطحی قرار دارن. بدون وقفه میریم سراغ برنامه، میریم سراغ آقای بابک جهانبخش. امروز ببینید تمام این آهنگایی که توی کنسرت هایی که اکثرا رو توسط گوشی های مردم توی سالن ها گرفته شده من انتخاب کردم، به غیر از اون ویدیوهایی که خودشون میبرن درست میکنن و روش پلی بک میکنن به اسم لایو میذارن تو صفحشون، یه سری اونا رو آنالیز میکنم براتون، یه سری هم اونایی که از روی گوشی های مردم گرفته شده. خب میریم سراغ اولین آهنگ به اسم برف. کنسرت 6 دی توی کرج بوده و دوستان توی صفحات اینستاگرامشون گذاشتم. من خیلی سرچ کردم و اینا رو پیدا کردم. این آهنگ تو ره مینور هستش، آهنگ برف. ببینیم آقای بابک جهانبخش نیم پرده خارج میخونه، یعنی آهنگ خودش رو که در گام ره مینور هستش و داره اجرا میشه رو نیم پرده آوت میخونه، یعنی از ره به مول مینور میخونه، در صورتی که پیانیست هنوز توی گام ره مینوره و این آهنگ باید در گام ره مینور اجرا بشه. ایشون به خاطر ضعیف بودن گوشش نیم پرده خارج میخونه و بعدن گام خودش رو پیدا میکنه که این برای خواننده‌ای که اسم حرفه‌ای روشه بسیار بسیار پوهن منفی و اصلا بسیار ناراحت کننده است که ایشون این هم طرفدار داره و این همه مخاطب داره، ولی متاسفانه به خاطر نداشتن تمرین و حرفه‌ای نبودنشون گوش شنونده‌هاشو خراب میکنه. گوش کنیم به این آهنگ. خنده
ره مینور هستش، باید بخونه خنده آدمک روی برفا. ایشون میخونن خنده آدمک روی برفا، یعنی همون جایی که پیانیست هنوز وایستاده خنده آدمک، ایشون میخونه خنده آدمک روی برفا، در صورتی که نوتاش هست خنده آدمک روی برفا، یعنی میبرنش توی ره بمول مینور. یعنی این باید گوشت انقدر ضعیف باشه که گامو تشخیص نده. این خیلی بده، یعنی افتضاحه، بدم نیست، افتضاحه. اصلا معجزه میکنین شما. یعنی خواننده‌ای که ارکستر داره توی یه گامی میزنه، خودش نیم پرده دیگه یه جای دیگه میخونه. این خیلی بده. این یه دونه از ایرادای بسیار بزرگی بود که من پیدا کردم توی خوانندگی ایشون. میریم سراغ یه کار دیگه از ایشون که با پیانو اجرا کردن. اجرایی که از ایشون هست به خاطر اینکه توی سالن شلوغه و ارکستر پر و اینا هست، مردم شاید زیاد اون فالشه رو متوجه نشن، ولی ببینید با یک پیانو که اجرا میشه چقدر ضعف‌های خواننده مشخص میشه. اونایی که تو استودیو میخونن و تو صفحه‌شون میذارن و درست میکنن و به اسم لایو میذارن که در صورتی که پلی بک من تو این برنامه بهتون نشون میدم، اونا به کنار، شما اجرای اصلیتون ایناست آقای جهانبخش که دارین با یه پیانو توی یه اجرا انجام میدین. ببینیم بعضی حرفا رو نمیشه زد و من از همین گام لامینوره، از همین نوت لا رو باید اجرا بکنن، از همین میگن از همین، از همین نوتشون لاه، چون گام لا مینوره. اصلا لا بمولی که اینجا دارن میخونن توی این گام نیست، چون این مینور تئوریکه، لا مینور تئوریک دارن میخونن. از همین، از همین این درستشه. ایشون دارن نیم پرده آت میخونن دوباره، از همین. با یه عمره که پارم آخه کی، آخه کی، دوباره لا، آخه کی، تمایل به لا بمول. متاسفانه اینا این دیگه ناکوک بودن واقعیه و خارجخوانیه، چون فالش نمیخونن، به جای اینکه لا رو بخونن لا بمول نیم پرده. اگر روی صفحه هم روی کلاویای کیبورد هم ببینید لا رو لا بمول میخونن. این واقعا بازم اون همون تمرین نکردن و معلم نداشتن و آماتور بودن یه خواننده است به نظر من. از حال کی با از حال کی با اونا همه بیرونه، اونا همه فالش، خارجه، هم کثیفه هم خارج خانیه. من یه عمره دوباره اونا فالش و خارجه، یعنی بده، خیلی بده. از خودم حرف میخورم زیر خاک سر من توفانه، من یه ببینید دوباره تمایل به لا بمول داره، من این بازم خارج خانیه و ایشون هم فالشه هم خارج میخونه. فالش یعنی کثیفی نوتا، خارج خانی هم یعنی اون نوتایی که تو اون تونالیته نیست رو اجرا میکنن. خیلی ایشون فالشه، ولی خب چند تا دیگه از کاراشو من آنالیز میکنم. بعد بینیم سراغ اونایی که توی صفحه خودشون میذارن که میبرن تمیز میکنن و به اسم لایو میذارن اونجا رو. حالا با هم اونم آنالیز میکنیم که چرا باید شنونده رو اینقدر دست کم بگیرن که به اسم لایو اونا رو به مردم ارائه بدن. این بازم کار درستی نیست. یه آرتیست باید تعهد اخلاقی به مردمش داشته باشه. مردمی که ازشون پول در میاره، ازشون زندگیشو داره میسازه، نمیتونه یه چیزی رو بهشون تحویل بده که پر از ایراده. این خیلی بده. یه طرف من و این، اونا همه نوتا فالشه یعنی کثیفه. یه طرف من و این تنهایی
شما با ساز خودت دوباره داری میزنی و اینجا هم دوباره به صورت ناکوک و فالش دارین اجرا میکنین کارتون رو. این نوتا فالشه، خارج نیست، توی تونالیته هست ولی کثیفه. تنهایی اون سقوطا همه به خاطر تعادل نداشتن خواننده روی نوت هاست. زیبایی داری ساده شکستم میدی تویی که من فهمیدی اونا همه کثیف فالشه، یعنی از لحاظ تونالیته‌ای که باید بخونم اون نوتا چند سنت کم و زیاده، یعنی کما داره توی صداش. منو جوری که هستم کاش میدیدی اون تعادل نداشتنای روی صدا همه دلیلش اینه که حرفه‌ای کار نکردن ایشون و متاسفانه توی موزیک حرفه‌ای ایران دارن به عنوان یه خواننده حرفه‌ای کار میکنن. واقعا هدف ما از این برنامه اینه که یا مجاب بشن برن کلاس یا اینکه یه فکری بکنن به حال این اجراشون، چون نمیشه که مرزا بسته باشه و مردم هم تفلکی ها خبر نداشته باشن شما هر کاری دلتون میخواد بکنین. اون همه معلم خوب سولفژ توی تهران هست، شما که به عنوان خواننده حرفه‌ای مردم میشناسنتون که از نظر من اصلا حرفه‌ای نیستین، حداقل احترام به مردمتون بذارین، برین خودتون رو قوی کنین، آموزش ببینین. هیچ معجزه‌ای بدون سواد و آموزش اتفاق نمیفته. شما اول باید تالنتشو داشته باشین، بعد حالا اون آموزش‌های لازم رو هم ببینین. ببینید اینا اجرای مختلفی از ایشون تو اجرای لایو که من اگر بخوام براتون آنالیز بکنم 1 سال ادامه خواهد داشت، چون خیلی همش خارجه، اینا همه خارجخوانی و فالشخوانیه. حالا میریم سراغ اونایی که خود آقای جهانبخش، مثلا یه دونه این که تو صفحه خودشون هم هست 711 که هم دیده شده به اسم لایو، ایشون اینو گذاشتن تو صفحهشون، نوشتن که بعد از کنسرت دور هم جمع شدیم و اینو به صورت لایو اجرا کردیم، در صورتی که این کاملا پلی بک، صدا تو استودیو کامل تمیز ضبط شده و ایشون فقط اینجا دارن اکت میکنن، صدای تمیز شده و اتوتیون شده و ملوداین شده روی تصویر قرار گرفته که الان با خودتون مشاهده بکنین متوجه میشین که این کیفیت لایو نیست. لایوشون رو با هم دیگه دیدیم تو چند تا اجرا، بسیار افتضاح بود. زندگی کردم و هیچ چیزی نفهمیدم حیف. اصلا این افکت ریورب و دیلی که رو صدای ایشونه کاملا توی استودیو رفته خونده و پیانو تمیز، صدا تمیز شده، یه کوک. شما اگه اینقدر کوکی توی اجرای لایوت هم باید کوک باشی، ولی نیستین، چون خارج هم میخونین، تازه یعنی فالش هم نه، خارج خوانی زیاد دارین. ادامه بدین. خیلی وقت دیگه از ریشه اون فاصله‌ای که از میکروفون عقب و جلو میشن در این پلی بک خودشون هم، اونا اگه توی واقعا لایو باشه اون صداها کم و زیاد میشه، همونجوری که اگر من از این میکروفون فاصله بگیرم صدا ببینید کم و زیاد میشه. تازه این میکروفون یه میکروفون حرفه‌ای هستش که صدا رو بسیار با کوالیتی ضبط میکنه، ولی ببینید تفاوت رو ببینید، کم و زیاد میشه. دیدم نخندیدم حیف. ببینید نوشته سلام بر دوستان جانم، خب این ویدیو کوتاه مربوط به پایان اجرای کنسرت زمانی که بچه‌ها مشغول جمع کردن وسایل استراحت بودن. 4 صبح بود دیگه، همه به شدت خسته و بی‌حوصله کلافه در انتظار رفتن به خونه بودن. فقط اینکه جهت احترام به شما عزیزان در جهت رعایت پروتکل‌ها اینجا تنها جایی بود که یه سری از بچه‌ها، یعنی نگفتن که این کار پلی بک، به اسم لایو اینو گذاشتن توی صفحه آفیشیال خودشون که این اصلا تعهد یه هنرمند نیست. بگن که ما پلی بک اجرا کردیم و روی تصویر موزیک رو گذاشتیم که علاوه کیفیت برای شما عزیزان بهتر باشه، حداقل پلی بک رو بگین، نه به عنوان لایو. این یه دونه اجرای دیگه توی صفحه خودشون آقای بابک جهانبخش 511,000 نفر هم دیدن. این اجراهاشون همه توی استودیو، صداها قبلا توی استودیو رکورد شده، ارکستر رکورد شده، خواننده رکورد شده، کلا مجموعه موزیک رکورد شده و اینا فقط روش دارن اکت میکنن به اسم لایو، ولی همه سیم میماشون رو وصل کردن، میکروفوناشون روشنه، همه چیشون روشنه که در نهایت بخوام بگن که ما اینو لایو اجرا کردیم، در صورتی که
تفاوت صدای ضبط شده استودیوی با لایو کاملا مشخصه. ببینیم. دیریم ولی با تو به بارون میرسم، تلخی باز همونه ریور و دیلی بسیار تمیز که توی استودیو اینا کار شده روش و ایشون فقط دارن لبخانی میکنن روی موزیک خودشون و تمام این وسایلی که به خودشون آویزون کردن لحاظ صدایی و میکروفون و اینا همه اینا نمایشه و دارن پلی بک جون. ولی با بودنت دیوونه میشم، دم بدم شیرینی زندگی رو نفس نفس حس میکنم، ساکتی اما تو چشات قوقای نور. حتی اون سازایی هم که دارن با ایشون میزنن همه پلی بکن، کاملا مشخصه، صداها تمیز و ضبط شده و نکنین این کار رو لطفا، برین خودتون رو قوی کنین خواهش میکنم. دیگه عصر آکواریوس، عصر روشنگریه، تمام دنیا با این ویروس کرونا داره آپدیت میشه، شما خودتون رو آپدیت کنین لطفا. مرسی. این دنیا میخندی آروم میشم، بگی از غم و دل کندی بیا کاملا ضبط شده. دقیقا منو یاد اون کار محسن یگانه میندازه که خیلی هم حالا پاپولر شده تو مردم که اونم پلی بک بهت قول میدم این همچین چیزیه، اونم ضبط شده توی استودیو، پلی بک کردن، نشستن جلو دوربین اکت کردن، چون اونم اجرای دیگهش همون آهنگ توی اجرای زنده توسط گوشهای مردم موجوده که اصلا انقدر بد و فالش و بیرونه که اصلا قابل مقایسه با اون رکورد ها نیست. چون اون این کار رو کرده، رفته اون کار رو تمیز و رکورد کرده و گذاشته توی یوتیوب، دوستان دیگه هم گفتن خب ما چرا این کار رو نکنیم، بریم ما هم این کار رو انجام بدیم و تمیز باشه، چون کثیفه صدامون نمیتونیم اینقدر تمیز بخونیم، حداقل پلی بک بکنیم که قدرتمون رو بیشتر نشون بدیم و بگیم که ما هم کارمون درست، در صورتی که اینجوری نیست. و اکثر خواننده‌های موزیک پاپ ما واقعا تو هر آهنگی اگه 100 تا نوت وجود داشته باشه 50 تاش فالشه، چون آموزش ندیدن، چون حرفه‌ای نیستن، چون سواد این کار ندارن. شما معجزه که نمیشه که، شما باید حتما اگه حرفه‌ای میخوای رفتار بکنی باید حرفه‌ای آموزش دیده باشی، تالنت داشته باشی، تو دی ان ایت باشه و اینکه هیچ چیزی شانسی اتفاق نمیفته. اینا همه خواننده‌ای هستن که من گذاشتم توی لیستم، متاسفانه از بزرگان موسیقی و کوچیکان موسیقی گرفته، همه فالش، همه بدون تمرین، همه خراب و من حتما دونه بدونه این آرتیستا رو توی برنامه‌های آینده آنالیز میکنم براتون. مرسی که حرفای منو گوش کردین و مرسی که با ما همراه هستین و مرسی از حمایتاتون. خیلی پی ام و کامنت خوب گرفتم راجع به برنامه‌مون، بازم تشکر میکنم از همتون. آقا من خواهشاً یه مقداری اینطوری یواشتر پاک کن ببر یه سری از این افراد رو. البته بگم که واقعا ما با هیچ کسی دشمنی نداریم و سعی کردیم نه که هومن اصلا ببین انتقاد سازنده باشه. همین جون ببین من یه چیزی بگم راجع به هومن، اصلا مشکلی با کسی نداره، ریشه میزنه فقط کاری که نرم از بغل آروم از بیخ میزنه، برای که به شوره ببره. بریم سر آیتم کپی پیست ها و خواننده‌ای که زحمت میکشن و از آهنگ‌های ترکی و عربی و یونانی و اسپانیایی خیلی خوشگل تو برمی‌دارن، قلفتی میارن میندازن اون وسط ها و روش هم میخونن، هیچ کی هم فکر میکنن نمیفهمه، ولی حالا تپه گلکاری شده نذاشتن واسمون. دقیقاً. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از این دوستان مثلا میان توی تلویزیون‌های مختلف یا در جاهای مختلف میشینن میگن که آره این آهنگی که من داشتم یک آهنگی بودی که مثلا از فلان خواننده عربی کپی کردم، از فلان خواننده ترکی کپی کردم. یعنی اینکه با افتخار میایید میگید قربونش برم، این دلیل برای نمیشه که اون طرف راضی باشه. شما میگید این آهنگ رو کاور رو کپی کردید، اما یه چیزی وجود داره به اسم کسب اجازه مادی معنوی، باید اون اجازه رو بگیرید. آقا سیاوش البته
فکر میکنم که نکات جالبتری رو در خصوص این موضوعات بتونن به شما بدن. اول این توضیحات آسیاوش بدم، بعد بریم ببینیم که این دوستان چه آهنگایی رو کاور کپی کردن. بفرمایید آسیاوش. مرسی امین جون. ببین قبلا هم گفتیم که باید حتما اجازه رسمی کسب شه، به اضافه اینکه لایسنس داره معمولا. اگه شما میخوای ملودی هم کاور کنی یا هر آهنگی رو کاور کنی باید بری مکانیکال لایسنس اون رو بخری. چیه مکانیکال لایسنس؟ سینک برای این هستش که شما میخوای یک اثری که صاحب اثر داره مشخص پدیده آورنده‌اش رو بازآفرینی بکنی. اگه شما هدفتون بازآفرینی هم هست باید برید لایسنس مکانیکال رو بخرید، سینک کنید که بعداً هم اگر موزیک شما مثلا چه میدونم 5 میلیون تا استریم شد، این یه بخش بزرگی از درآمد باید منتقل بشه به صاحب اثر اصلی که پدیده آورنده قضیه هستش. بله ممنون از آسیاوش. دم شما درد نکنه. بریم ببینیم که دوستان دم شما مرسی هم میتونی بگی. قربون شما. اولین خواننده‌ای که خیلی شیک و مجلسی کپی کردن آقای بابک جهانبخش هستن. امروز کلا ریختیم رو آقا بابک. آهنگ چی شده که ایشون بر اساس یک ملودی ترکی تا خشتک کاور کردن. ببینید. یادم میاد روزایی که دنبالت میومدم، برای دیدنت دل رو به آب و آتیش میزدم. Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedi. بله همونجوری هم که میبینید توی کاورش آقای بابک جهانبخش اومده موسیقی رو زده آقای پیام هوشمند، شعر رو هم خانم رویا آریا. آقا من نظر شما چی هستش؟ تا خشتک کاور رو کپی کردن، خیلی شیک و مجلسی هم اومدن تو دقیقاً همین جلد موسیقی اینجوری زدن. دقیقاً گامشون هم یکیه، یعنی حتی بازم همون تونالیته‌ای که استفاده شده اون خواننده ترک اورجینال مال ایشون حق اثر، آقای جهانبخش هم همونو زحمت کشیدن با همون تونالیته بدون هیچ گونه دستکاری گذاشتن توی کارشون. آقا سیاوش نظر شما چیه؟ دسته گل. والا قشنگ کپی پیست دیگه، چجوری باید کپی پیست باشه دیگه؟ همونو قشنگ قلفتی برداشته و کرم مالیدن روش و الهی است مدد. بعدی رو ببینیم، خیلی تند کپی پیست ببینیم. بله اما خواننده بعدی آقای مازیار فلاحی هستن. آهنگشون هم روزای بیتو هستش که جالبه که روی کارت آرتشون نوشتن ملودی موزیک لاتین، نه اسم طرف رو زدن نه فامیلیش رو زدن. آسیاوش چه وضعش آخه؟ بریم ببینیم اول این داستان چه وضعه. اگه این بودنم با تو وارونه کرد همه ی آرزوهاتو. این باز خوبه یه اشاره‌ای کرده موزیک لاتینا آسیاوش، محبتی به خرج داده درست. ولی نورمال مثل چی مونه؟ مثل میمونه که مثلا تو هم میگی داشت مثلا میگم همینجور ماشین خریدم، میگی مبارک بشه داشت ماشین چی خریدی؟ میگم این ماشین مشکیا. آقا من جنس این صدای مازیار فلاحی رو دوست دارم، نمیدونم چرا. حالا نظر خودت چیه نسبت به صداش هم بگی یا نسبت به این کاور هم بگی؟ آنچنان با کیفیت هم آخه کاور نمیکنه، ولی مازیار انصافا این یه سری فکر کنم خوب در آورده کار رو. نظر چیه؟ توی استودیو خب اون پیانو خوندنایی که ها 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 ها، ولی خب تو لایو من دیدم ازشون اصلا اونجوری نیست، چون اونجا بزک دوزک شده تو استودیو و ایشون اون سبکی که گوش نواز باشه رو پیدا کرده که مثلا با مخاطبش ارتباط بگیره. ولی خب آقای مارک آنتونی که کارو ازش برشن که از سلاطین اسپانیشه، یعنی من فکر کنم موزیک لاتین باشه. اصلا مارک آنتونی لایو میخونه دندونات میریزه. آها گفتی لایو. خیلی دوست دارم که دو سه تا از این خواننده ها یکی دو تا رو بگید، چون تایم برنامه بالا نره. یه دونه یا دو تا به سلیقه خودتون. آقا من راستش بگید به ما خواننده هایی که لایو میخونن و تو استودیو که تفاوت بین لایو و استودیوشون رو بگید ما هم بدونیم. حالا اول آسیاوش شروع میکنیم. آسیاوش خواننده‌ای رو داریم که واقعا وقتی لایو یا تو استودیو میخونه ما متوجه نشیم خیلی شبیه بخونه؟ آره ایرانی نه ها، نه خارجی. ایرانی که دیگه حالا وضعش مشخصه. آره خارجی زیادم داریم. حالا من میتونم چند تاشون رو بهتون بگم. از نسل جوونم میگم، حالا بزرگان که مثلا چه میدونم
دیگه همه میشناسن و کاری ندارم. از این نسل جوونه میگم که الان هم تینیجرها موزیکاشونو گوش میدن، مثلا دمی لواتو یا مثلا تیلر سویفت یا مثلا سلینا گومز، اینا لایو میخونن کیف میکنی، مو نمیزنه با آلبومش. امین جان چند تا فاکتوره که باید دست به دست هم بده که این اتفاقا بیفته. اولین فاکتورش همون خدادادی بودن، یعنی تو دی ان ای، تو تالنتی که تو بدنت هست. بعد با معلم خوب و دور دیدنای حرفه‌ای که همون سولفژ هست، اینا کوک میشن، تکنیک اضافه میکنن و اون پایه دی ان ای که دارن علاوه تالنت خدادادی، همه چی دست به دست هم میشه و این میشه. بسیار عالی. حالا بحث این کپی پیستا خارج نشیم، آخرین خواننده رو هم ببینیم. آیه شادمهر عقیلی، آهنگ دل دیوانه که سال 2004 منتشر کرده بودن. شادمهر که سلطان بمونه تو کپی کردن، یعنی یکی از سلاطین کپی کاریه. بله. آره. چند روز دل دیوونه یونانیه میگیره همش بهونه. قبل از این که حالا نکته بگم، اینو فکر کنم مرتضی فاشری هم خونده بود، اسم آهنگ هم هست پارمی، یعنی منو پاره کن. بعد داداش اصلا موزیک یونان، ببین یونان یه تاریخ خیلی زیادی داره، هم اندازه ایران ما باستانیه. خب بعد به همون نسبت هم موسیقیش غنیه و تاریخیه و اینا. بعد میرن یه چیزهایی که اصلا خیلی تابلو، اصلا اون حرکت ملودیک اون شکلی مال موزیک یونانیه. خب حالا مثلا بعد 10 سال مشخص میشه، ولی بالاخره مشخص میشه دیگه. نباید این کارو بکنن، یا اگر هم میکنن تو رو خدا برین لایسنس بخرین، زشته. یعنی اون کپی رایت بیاد تو ایران بخواد اجراشه، همتون باید زندانیشین، میلیون ها دلار هم باید جریمه بدید. آقا من نظر این آهنگی که منو پاره کن، فکر کنم پاره چیه و این کار خدا نمیتونم چی بگم، ولی خب موزیک یونان همونجوری که سیاوش گفت به خاطر قدمت زیادی که تو تاریخشون هست، نزدیک بودن حس ملودیاشون به شرق باعث میشه که اینا برمیدارن، خب کپی میکنن و مخاطب ایرانی هم باش ارتباط برقرار میکنه. جالب بود یه کامنتی رو الان داشتی چک میکردیم، این چیزا رو داشتی ورق می‌زدی میخوندم، یه خانمی نوشته بود چه ایرادی داره کپی کنه، خب ما دوست داریم معنی شعر یونانی رو هم از طریق صدای شادمهر بشنویم. اصلا این طرفدارای خیلی جالبی دارن طرفدارای خواننده‌های ما، به این فکر نمی‌کنن که اون اثر دزدیده شده، ولی اصلا نمی‌خوان از خر شیطون پیاده شن. مثلا این مجری‌ها هستن که خیلی باکلاسن، میگه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بله دوستان عزیز، این برنامه هم رو به اتمام است، قسمت 5. آقا سیاوش حرف پایانی. من خیلی حرف پایانی ندارم هیچ موقع، همینجون شما رو به خدای بزرگ میسپارم فقط. قربونت. آقا هومن شما. مرسی امین جان از اینکه وقت میذاری و این کارا رو رکورد میکنیم، خیلی ممنونیم ازت بابت زحماتت. آره اونجا رو منم واقعا ازت ممنونم. بوس به امین فردین. قربونت، دم شما گرم، دم خودتون گرم و خدا قوت میگیم. از آقا سیاوش هم تشکر میکنم که ادیت کارها با آقا سیاوش هستش واقعا، چون 4-5 تا لایه تصویری 4K در اختیارش قرار میگیره، واقعا ادیت این تصاویر رندر کردنشون خیلی سخته، سویچ بین تصاویر، چون به هر حال تصاویر توی کشورهای مختلف داره ضبط میشه و به صورت جدا جدا میاد رو میز ادیت آقا سیاوش. دستش در نکنه و خدا قوت هم بشیم که زحمت این کارات واقعا 2-3 روز به صورت شبانه روز خودش وقتی ادیت میکنه، البته آقا هومن باهاش همراه هست و به صورت لایو، یعنی همزمان با یه موبایل دیگه تصویری نگاه میکنه که ادیت انجام بشه. منم اصطلاحاً بازبینی نهایی میکنم و عموما حالا اصلاحی ندارم، چون من واقعا فکر میکنم که این کار یه کار علمی و تخصصی هستش. در هر صورت مرسی از دوست خوب آقا سیاوش، آقا هومن. خیلی دوست داریم نظراتتون رو بدونیم. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید، برای دوستان خودتون برامون کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. ممنون از شما. مرسی. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید.